آیا تا حالا فکر کرده ای که شاید یک نفر ازت خوشش می آید اما خودت مطمئن نیستی؟ شاید طرز نگاهش فرق داشته باشد. شاید رفتارش کمی عجیب به نظر برسد. جالب است بدانی که وقتی یک نفر به تو علاقه داشته باشد بدنش زودتر از حرفهایش این را نشان می دهد. سلام، من مرد دانا هستم. در این ویدیو 7 نشانه مهم زبان بدن را یاد می گیری که کمکت می کند بفهمی آیا کسی واقعا از تو خوشش می آید یا خیر. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. نخستین نشانه نگاه است. اگر کسی از تو خوشش بیاید ناخودآگاه بیشتر به تو نگاه می کند. این یک واکنش طبیعی مغز است، چون انسان به چیزهایی که دوست دارد بیشتر توجه می کند. مثلا تصور کن در یک جمع نشسته ای. اگر کسی به تو علاقه داشته باشد حتی وقتی تو متوجه نیستی نگاهش به سوی تو برمیگردد. اما نکته جالب اینجاست، وقتی تو ناگهان به او نگاه کنی معمولا زود نگاهش را پس میگیرد. چرا؟ چون اندکی شرم میکند یا نمیخواهد احساسش آشکار شود. بعضی وقتها حتی ممکن است دوباره چند ثانیه بعد پنهانی به تو نگاه کند. البته باید دقت کنی، یک نگاه ساده هیچ معنای خاصی ندارد، اما اگر این اتفاق چند بار تکرار شد این می تواند یک نشانه قوی باشد. پس اگر دیدی کسی چند بار به تو نگاه می کند و زود نگاهش را پس می گیرد، احتمال زیاد وجود دارد که از تو خوشش بیاید. نشانه دوم لبخند واقعی است. وقتی یک نفر به تو علاقه داشته باشد لبخندش فرق می کند. این فقط یک لبخند عادی نیست. نه تنها لبها می خندد بلکه چشمها نیز حالت خنده به خود می گیرد. این نوع لبخند از دل برمی خیزد و به آسانی ساختگی ساخته نمی شود. یعنی حتی اگر کسی بخواهد آن را تظاهر کند باز هم آن صداقت و گرمی در چهرهش پیدا نمی شود. اگر دقت کنید در چنین حالت چشمها کمی تنگ می شود، چهره روشن‌تر به نظر می رسد و یک احساس آرامش و خوشی در رفتار شخص دیده می شود. پس اگر دیدی کسی هنگام دیدن تو یا هنگام صحبت کردن با تو بیشتر لبخند می زند و این لبخند طبیعی و از روی دل است، این می تواند یک نشانه مهم باشد که او نسبت به تو احساس خاصی دارد. نشانه سوم توجه زیاد است. وقتی یک نفر از تو خوشش بیاید بیشتر از دیگران به گفتارهای تو دقت می کند. او فقط یک شنونده ساده نیست بلکه سخنان تو را با دقت می گیرد و حتی جزئیات کوچک را نیز در خاطر می سپارد. چیزهایی که شاید خودت هم بعدها فراموش کنی. مثلا اگر یک روزی گفتی که به چه چیزی علاقه داری یا از چه خوراک، رنگ یا عادت خوشت می آید، او بعد هم آن را به یاد دارد. یا اگر یک بار از مشکل یا خاطره های یا یک موضوع ساده صحبت کرده باشی در گپ‌های بعدی به همان موضوع اشاره می کند و نشان می دهد که فراموش نکرده است. این رفتار یعنی تو برایش اهمیت داری و سخنانت برایش بی‌ارزش نیست. اما نکته مهم اینجاست، اگر این توجه فقط نسبت به تو باشد و با دیگران این گونه دقیق و حساس نباشد، آن وقت معنایش بسیار قوی تر می شود. در چنین حالت می توان گفت تو در ذهن و توجه او جای ویژه‌ای داری. نشانه چهارم نزدیک شدن است. وقتی یک نفر از تو خوشش بیاید به گونه طبیعی کوشش می کند که فاصله اش را با تو کمتر بسازد. او ممکن است آهسته نزدیکتر بنشیند یا بهانه پیدا کند که در کنار تو قرار بگیرد یا در یک جمع جای خود را طوری انتخاب کند که به تو نزدیکتر باشد. این رفتار بیشتر وقتها آگاهانه نیست بلکه به شکل طبیعی و ناخودآگاه رخ می‌دهد.
چون انسان زمانی که نسبت به کسی احساس خوبی دارد میل پیدا می کند که به او نزدیکتر باشد، صدای او را واضح‌تر بشنود و حضورش را بیشتر احساس کند. حتی در گپ‌های ساده هم ممکن است خودش را به سمت تو متمایل کند یا در کنار تو بیشتر بماند بدون اینکه دلیل واضحی بیان کند. پس اگر دیدی کسی به طور دوامدار تلاش می‌کند که فاصله اش با تو کمتر باشد و در کنار تو بودن را ترجیح می‌دهد، این می‌تواند یک نشانه مهم باشد که در دلش نسبت به تو احساس خاصی وجود دارد. نشانه پنجم تقلید رفتار هست. این یکی از قوی ترین نشانه هاست که نشان می دهد میان دو نفر یک هماهنگی ذهنی به وجود آمده است. اگر یک نفر از تو خوشش بیاید، ناخودآگاه رفتارهای تو را تقلید می کند. مثلا اگر تو دستت را بالا ببری یا طرز نشستن خود را تغییر بدهی، بعد از چند لحظه او نیز همان کار را انجام می دهد. یا اگر تو آرام صحبت کنی، او هم لحن صدایش را آرامتر می سازد. یا اگر تو لبخند بزنی، او هم بدون فکر کردن لبخند می زند. حتی در حالتهای ساده تر، اگر تو به یک سمت نگاه کنی، او نیز همان سمت را نگاه می کند. این رفتارها معمولا آگاهانه نیست، بلکه از ناخودآگاه انسان سرچشمه می گیرد. چون وقتی ذهن کسی با تو احساس نزدیکی کند، بدن و رفتار او هم به طور طبیعی با تو هماهنگ می شود. برای مثال تصور کن داخل یک جمع نشسته ای. تو دستت را روی میز می گذاری، چند ثانیه بعد همان شخص هم دستش را روی میز می گذارد. یا تو به پشت تکیه می دهی، او هم دقیقا همان حالت را تکرار می کند بدون اینکه خودش متوجه شود. این نوع هماهنگی رفتاری یکی از نشانه های مهم علاقه توجه عمیق است. نشانه ششم دستپاچگی هست. وقتی یک نفر از تو خوشش بیاید، ممکن است در حضور تو کمی عصبی و ناآرام شود. این حالت معمولا از علاقه و اهمیت دادن می آید، چون او می خواهد در برابر تو خوب به نظر برسد، اما در عین حال کمی استرس و هیجان دارد. مثلا ممکن است هنگام گپ زدن با تو بیشتر از حد معمول بخندد، حتی به موضوعات ساده، یا در هنگام صحبت کردن با تو جملاتش را گاهی نیمه کاره بگذارد یا کلمات را اشتباه بگوید و دوباره اصلاح کند. یا ممکن است سرعت گپ زدنش تغییر کند یا یک بار خیلی تند صحبت کند و بعد ناگهان آرام شود. حتی گاهی دیده می شود که دستهایش را زیاد حرکت می دهد یا با اشیای اطراف خود بی هدف بازی می کند، مثل موبایل، قلم یا لباسش. برای مثال تصور کن با او در یک مجلس نشسته ای. وقتی تو شروع به صحبت می کنی، او اول کمی مکث می کند، بعد با لبخند می خواهد جواب بدهد، اما در میان گپ‌هایش چند بار مکث می کند یا جمله‌اش را درست کامل نمی گوید. این رفتارها معمولا نشان ضعف نیست، بلکه نشان هیجان درونی و اهمیت دادن است. چون وقتی کسی از تو خوشش بیاید، می خواهد بهترین نسخه خود را نشان دهد، اما همین کوشش ها باعث کمی دستپاچگی می شود. نشانه هفتم پیدا کردن بهانه برای گپ زدن هست. وقتی یک نفر از تو خوشش بیاید، همیشه دنبال راه میگردد تا با تو صحبت کند، حتی اگر موضوع مهمی هم نباشد. باز هم یک بهانه کوچک پیدا می کند تا گپ را با تو آغاز کند و ادامه بدهد. مثلا ممکن است بپرسد امروز چه درس داشتیم، در حالی که خودش میفهمد، یا بگوید تو این فیلم را دیده ای یا این آهنگ را شنیده ای، فقط برای اینکه گپ باز شود. یا حتی درباره چیزهای خیلی ساده سوال کند. ساعت چند است؟ این کار را چگونه انجام دهم؟ در حالی که خودش به آسانی میتواند انجام دهد. هدف اصلی این سوال ها خود موضوع نیست، بلکه ادامه پیدا کردن صحبت با تو است. مثال واضح: تصور کن در یک صنف یا محل کار هستی. او چند بار در روز به تو نزدیک می شود و هر بار یک سوال ساده می پرسد. بعد از جواب تو دوباره یک گپ دیگر را شروع می کند تا فاصله گپ قطع نشود و با تو بیشتر گپ بزند. اگر کسی فقط برای ضرورت سوال کند، بعد از گرفتن جواب سری می رود و گپ تمام می شود.
مگر کسی بهانه برای گپ زدن داشته باشد، بعد از جواب تو باز هم ادامه میدهد، لبخند میزند یا یک موضوع دیگر را پیدا میکند که صحبت را نگه دارد. تفاوت خیلی مهم است. پس اگر دیدی کسی بارها و بارها بهانه‌های کوچک برای صحبت با تو پیدا میکند، این میتواند یک نشانه واضح باشد که او میخواهد بیشتر در کنار تو باشد و از تو خوشش میآید. البته توجه داشته باشید که هیچ کدام از این نشانه ها به تنهایی کافی نیست. اما اگر چند مورد را همزمان دیده، احتمال خیلی زیاد است که او به تو علاقه دارد.